name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 9 English book, Unit 6, Lesson 3, page 62 and 63. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس امروز ما و شما. کتاب انگلیسی صنف نهم، فصل ششم، درس سوم، صفحات 62 و 63. Dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردای عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، بیاین که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson we have studied two sections. ما و شما در درس گذشته دو بخش را آموختیم. Vocabulary، ذخیره لغات، and reading. و یک بخش reading یا خواندن بود که ما و شما یک متن بسیار زیبا را در مورد حواس پنجگانه خود خواندیم. So, in today's lesson we are going to study three sections. خب، در درس امروز ما و شما قرار است که سه بخش را بیاموزیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Conversation، محاوره، grammar، دستور زبان and writing و بخش نوشتن. شاگردای عزیز، میفهم کارهای خانگی را انجام دادین؟ تمامتان نام خدا لایق هستین. داخل حتما چک میکنم. قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده؟ بریم درس خود شروع کنیم. اولین بخش ما و شما conversation، محاوره. In pairs، کار جوره است. Practice the following conversation. conversation یا محاوره ذیل را تمرین کنید. من براتون میخوانم، معنا میکنم، خوب به دقت گوش کنید. Student 1، شاگرد اول میگه Have you ever seen anyone use his or her hands to talk? شاگرد اول به شاگرد دوم میگه که آیا تا به حال دیده اید که کسی از دستان خود برای صحبت کردن استفاده کند؟ Student 2، شاگرد دوم میگه Yes, I've seen Walid. He uses the British Sign Language to talk to his brother. He is dumb. شاگرد دوم به شاگرد اول میگه بله، ولید را دیدم. او از زبان اشاره بریتانیایی برای صحبت کردن با برادرش استفاده میکند. او گنگ است. Student 1، شاگرد اول میگه What's the British Sign Language? شاگرد اول به شاگرد دوم میگه زبان اشاره بریتانیا چیست؟ Student 2، شاگرد دوم میگه It uses gestures and signs for whole words. شاگرد دوم به شاگرد اول میگه که از حرکات و نشانه ها برای تمام کلمات استفاده میکند. Student 1، شاگرد اول میگه Sounds difficult. سخت به نظر میرسد. Student 2، شاگرد دوم میگه The other sign language is simpler. It uses a hand movement for each letter of the alphabet. شاگرد دوم میگه زبان اشاره دیگر ساده تر است. از حرکت دست برای هر حرف الفبا استفاده می کند. بسیار خوب شاگردان، یک محاوره بود که بین دو همسنفی اتفاق افتاده بود. یک گفتگو داشتن در مورد sign language یا زبان اشاره‌ای. خب شاگردان، این بود conversation ما و شما. If you have any question, you can ask me. اگر کدام سوال دارین میتونین بپرسین. فکر کنم سوال داره، بفرما عزیز. معنای difficult چی است؟ بسیار خوب. difficult یعنی که سخت. difficult سخت. او سخت نه که یک چیز سخت باشه، یک چیزی که دشوار باشه. سخت یا دشوار. خب شاگرد عزیز، بریم به طرف grammar یا دستور زبان. بسیار یک بحث جالب، بسیار یک tense یا بسیار یک زمان جالب که من شخصا خودم بسیار دوست دارم. present perfect یا زمان حال کامل. خوب به دقت گوش کنین شاگردای عزیز. بسیار یک تنس یا یک زمان کاربردی است که ما شما میتونیم تحت زمان present perfect tense
یا زمان حال کامل مشکلات خود را رفع کنیم و بسیار صحبت کنیم تحت زمان present perfect. یکی از تنس ها یا زمان های است که یک ساحه بسیار کلان انگلیسی را در بر گرفته که ما میتونیم توسط صحبت کنیم. خوب به دقت گوش کنین، ما براتون بسیار خلاصه بسیار واضح میگم تا بفهمین. خب قسمی که از نامش پیداست present perfect tense، زمان حال کامل. خب کدام عمل بر ما شما نشان میده؟ خوب دقت کنین شاگردای عزیز. بعدش میریم به طرف مثالای کتاب. present perfect tense زمان حال کامل. میگیم it used to show actions that started in the past and continued up to now and may or may not go to the future. زمان حال کامل عمل را نشان میده که در گذشته شروع تا به حال ادامه داشته باشه و امکان داره به آینده بره یا نره. خب چه رقم؟ مثلا ما در فارسی میگم من از سال 2005 در کابل زندگی میکنم. ببینین عمل زندگی کردن ما در کابل از سال 2005 آغاز شده و تا فعلا هم ادامه داره و امکان داره به آینده ای عمل زندگی کردن بره یا نره. خب این یک یوزج یا یک طریق استفاده present perfect یا زمان حال کامل بود. یک یوزج یا یک استفاده دیگه هم داره شاگردای عزیز که بسیار کاربردی است. It used to show actions that happened in the past but the time of the action is not important but the result of an action is important. ببینین شاگردای عزیز یک یوزج یا یک استفاده که بسیار کاربرد داره در زبان انگلیسی است present perfect یا زمان حال کامل. کدام یوزج است؟ کدام استفادهش است؟ استفادهش است که یک عمل را نشان میده که در گذشته اتفاق افتاده باشه و تایم یا زمانش معین نباشه مگرم result یا نتیجهش بر ما و شما مهم باشه. خب چه رقم؟ مثلا شما چاشت خانه میین، مادرتون میگه که احمد نان خوردی یا میگه احمد بیا نان بخور. تو میگه که مادر من نان خوردیم. مادرت نمیگه چند بجه خوردی، در کجا خوردی. result یا نتیجهش مهم است که تو سیر استی فعلا. خب شاگردای عزیز بریم به طرف مثالای کتاب. به طرف کتابایتان متوجه باشین. present perfect زمان حال کامل. Have you ever seen anyone use sign language؟ آیا تا به حال کسی را دیدین که از زبان اشاره‌ای کار گرفته باشه یا کار می گرفت؟ سوال است. Yes, I have. بله من دیدم. I have seen Walid use it. من دیدم که ولید استفاده میکنه. No, I haven't. نه خیر من ندیدم. I have never seen anyone use sign language. نه خیر من تا هنوز هرگز ندیدم کس از زبان اشاره‌ای کار بگیره. شاگردای عزیز یک باریکی دیگه هم وجود داره که گیج نشین یا کانفیوز نشین. I have ایره مختصر نوشته میکنن I have و he has مختصر نوشته میکنن he's که شما اگر جای دیدین وارخطا نشین که کلمه جدید در زبان انگلیسی از کجا پیدا شده. خب این بود بخش گرامر یا دستور زبان ما شما که خواندیم. بریم به طرف یک اکتیویتی که همین درس را خواندیم خوبتر و بهتر یاد بگیریم. اکتیویتی A ما شما چی خواسته؟ Fill in the blanks with the correct form of the verb and parentheses. خب بر ما شما گفته که تکمیل کنین یا پر کنین خانه‌های خالی را با فعل درسته که در parentheses یا در داخل قوس داده شده. بیاین که کار کنیم. I خانه خالی start a new course on sign language. نوشته میکنیم I have started a new course on sign language. My brother told me about it. The instructor خانه خالی teach us some of the alphabets. The instructor has taught us some of the alphabets. There is a special
hand movement for each letter of the alphabet. We خانه خالی take not all the letters yet. We have not taken all the letters yet. But I can form a few words using the letters I خانه خالی learn. I have learned. I خانه خالی do well so far. I have done well so far. I never thought that learning sign language would be so interesting. بسیار خوب شاگردای عزیز، ما براتون خواندم، تکمیل کردیم تمام خانه‌های خالی را. وقتی از بریم به طرف writing یا بخش نوشتن ما و شما. خب از ما و شما چی خواسته شده؟ بیاین که ببینیم. Think of a person who has lost one of his or her senses. برای ما و شما میگه که به یک نفر فکر کنین که چی پسر باشه چی دختر باشه از دست داده باشه یکی از حواس پنجگانه خوده. Answer the following question to write a short paragraph about him or her in your notebook. خب بر ما و شما سوالات داده در یک جدول واره است شاگردای عزیز. از ما و شما خواسته که تکمیل کنیم، یعنی جواب بدیم سوالات و بعدش یک پاراگراف کوتاه بنویسیم در مورد همون شخصی که یکی از حواس پنجگانه خود از دست داده. ببینید شاگردای عزیز از ما و شما چی سوالا شده. Person's name، نام شخص چی است؟ Why is this person special؟ چرا این شخص یک شخص خاص است؟ What did she or he do؟ امو پسر یا اون بچه چی کرد؟ Who is he or she؟ امی پسر یا امی دختر که شما در موردش صحبت میکنین کی است؟ When did he or she lose it؟ چی وقت امی یکی از حواس پنجگانه خود امی بچه یا امی دختر از دست داد؟ Which senses did he or she lose and when؟ امی پسر یا امی دختر کدام حس خود چی وقت از دست داد؟ How is he or she dealing with this difficulty؟ امی پسر یا امی دختر چگونه مقابله میکنه با می سختی؟ این حتما تکمیل میکنین شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، بخش رایتینگ شما حتما در مورد یک نفر که چی پسر باشه چی دختر باشه یک پاراگراف کوتاه نوشته میکنین که کی هست، چی وقت یکی از حواس خود را از دست داده. خب بریم درس امروز خود یک جمع‌بندی کنیم شاگرد عزیز. Dear students, in today's lesson we have studied 3 sections. شاگرد عزیز، ما و شما در درس امروز 3 بخش را آموختیم. Conversation، محاوره گفتگو. Grammar، دستور زبان. And the last section that we have studied in today's lesson, it was writing. و آخرین بخش را که ما و شما در درس امروز خواندیم و یاد گرفتیم بخش نوشتن بود. خب وقتی از بریم به طرف کارهای خانگی. قلم، کتابچه آماده نوشته کنین. Homework یا کارخانگی. Write a paragraph about the importance of our senses. Write a paragraph about the importance of our senses. شاگردای عزیز، شما یک پاراگراف نوشته میکنین در مورد اهمیت حواس پنجگانه ما. بسیار خوب شاگردای عزیز، کارهای خانگی را امیدوار هستم انجام بدین. درس آینده انشالله میبینم. ای بود درس امروز ما و شما. خدا کنه درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگر میبینیم. شما را به الله یکتا و بی‌نیاز بسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.